الان اومدیم با یک ویدیو در رابطه با ای فوتبال 2023. میخوام داخل این ویدیو یه توضیح خلاصه بهتون بدم که بفهمید که چه اتفاقی قراره بیفته. نکنید فردا یعنی روز دوشنبه بازی به ابربریک میره و 3-4 روز بعد تعمیر و نگهداری بشه و بازیکن‌ها منتقل بشن، باکس‌های جدید بیاد و ما از ای فوتبال 2023 به ای فوتبال 2024 بریم. در روز پنجشنبه ما ای فوتبال 2024 رو خواهیم داشت و خبر رسیده که قرار احتمال داره که بعد از آپدیت، یعنی بعد از آپدیت نه، بعد از اینکه ای فوتبال 2024 اومد، یه دونه باکس فول اپیک بیاد که تیم منچستر مثلا نیستلروی بیگ تایم و فورلان بیگ تایم و اینا توش هست